اگر خواهید عملاتان قبول شوند پس این ویدیو را تا آخر حتما تماشا کنید. دو شرط قبول عمل صالح در اسلام. یکمش اخلاص، یعنی که نیت صالح ای برای الله. مثال اگر یک شخص میلیون روبل صدقه کرده است لیکن نه به خاطر الله اما به خاطر مردم تا اینکه گوید وای صحیح وای و دیگر و دیگر، وای قبول نمی شود. و دلیل این است حدیث شریف انما الاعمال بالنیات، عملها وابسته به نیت هستند و برای هر کس همان خواهد بود که برای رسیدن به آن نیت کرده است. شرط دوم متابعت، یعنی که پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم. مثال اگر یک کس شام را 4 رکعت خواند گفته من میخوام بیشتر نماز خوانم نزدیکتر شده به الله، وای قبول نمی شود. و دلیل این است حدیث شریف من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو رد. کسی در این کار ما دین ما چیزی را نف پیدا کند که از آن نباشد پس آن مردود است. خلاصه شرطای قبول امر در اسلام دو اند. یکم اخلاص، یعنی که باید به خاطر الله باشد. و دویم پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی که چهلی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادگی است ما باید این خیل عملها را اجرا کنیم، یگان چیز را علاوه نکرده.